سلام بچه چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. به دلیل قطعی اینترنت نتامون زیاد خوب نبود و الان رنگ های بیشتر یوتیوبرها مثل خودم اومده پایین و پرایم همه یک شده و امروز میخوام آموزش بدم چطور وارد بازی شید. و الان من یه دست تستی براتون میرم CS رنکت تا بفهمید. بله همینطور که میبینید من وارد بازی شدم و با پینگ عالی. یعنی چی؟ یعنی بازی الان رفت فیلتر که نشده ولی همون پینگ رو داریم ما. ببینید پینگ رو ببینید چه پینگ این 97 تکون نمیخوره. شما چطوری این بتونید مثل من با این پینگ بازی کنید را یه دست بازی کنید؟ مثلا ببینید بعضی وقتا میره پینگ بالا، بعضی وقتا میره پایین. حالا بکنید اصل مثلا و همینطور که میبینید الان از بازی میایم بیرون. پینگم که دیدید ولی بعضی وقتا میره روی 500 و دیگه کار نمیشه کرد. تا من از بازی بیام بیرون ویدیو رو متوقف میکنم و زیاد اذیت نشین و ویدیو زیاد طولانی نشه. خب بازی تموم شد و 4 تونستم ببرم و واقعا بات میدادن جلومون و دیگه این ما ایرانی اینطوری میگم. حالا شاید بپرسید چطوری با پینگ 90 میتونستم بازی کنم؟ وی پی هم چیه؟ راستشون من بخوام بگم من رفع فیلتر شدم که شما میتونید این تست کنید. ولی من با یه وی پی ان که الان سمت راست خودم بالا سرم ببینید اینجا گذاشتم، با این وی پی ان که اسمش تونل پروه میتونید برید و اول یک آپدیت ریز بدید سر آپدیت گوگل پلی هم رفع فیلتر شده و میتونید با این وی پی ان که هست رفع فیلتر کنید و اول که آپدیت ریز رو دادید بعد میتونید برید یک دست با اکانت گوست بازی کنید، همونی که شکل آدم داره، چند دست بازی کنید و از اون بیاین بیرون و بدون فیلتر برید تو بازی و لاگین کنید. اینم راه حل این ویدیو و میخوایم بهتون وی پی ان رو نشون میدم. این وی پی ان الان دیگه برای فری فایر کار نمیکنه. شما باید برای اول بزنید و اول آپدیت ریز رو بدید و اینجا الان بهتون نشون میدم. ببینید الان دیسکانکت رو میزنید و برقرار ارتباط رو میزنید تا وصل شد. وقتی که وصل شد میرین توی بازی و میبینید براتون نمیاره یا میاره، بستگی به من که ایرانسلم رفت فیلتر شدم و شما ایرانسلی ها ببینید میتونید تست کنید ببینید چقدر راحت و آسون میاره و ببینید و من راحت لاگین کردم. الان ببینید الان لاگین میکنم خیلی آسون با فیلتری که گفتم. شما میتونید یا با فیلتر برید یا بدون فیلتر برید چون بازی رفت فیلتر شده و
اینم از آموزش این ویدیو. گود بای.